بالاخره قسمت 11 پایان بازسازی خوشرکاب. قسمت‌های قبلی رو حتما ببین که تو جریان کاراش باشی. همونطور که تو قسمت قبلی دیدین با کمک نیروی کمکی اتاق سوار خوشرکاب کردیم و این شد رخ کار تا به اینجا. بدون معطلی رفتیم سراغ ادامه کار. حاج محسن ابرویی چراغا رو که از آبکاری اومده بودن و آنباکس کرد و شستشو رو انجام داد و رسیدیم به مرحله نصبش که اونم با ظرافت انجام دادیم و رفتیم سراغ مرحله بعدی. بگو ماشاءالله. برای اینکه از پیچ استفاده نکنیم و تابلو صدمه نبینه براش یه چارچوب آهنی ساختیم و از اون مهمتر به خاطر اینکه چارچوب زنگ نزنه و کتیبه رو خراب نکنه رنگش کردیم و اون بالا روی تاج نصبش کردیم. پرداختن به جزئیاتی که یه اثر هنری رو تکمیل میکنه. ما هم همین کارو کردیم. از آبکاری اومده بودن. پایه اسبای روی کاپوتو میگن. با دقت فراوون پایه و اسبا رو روی کاپوت سوار کردیم و با باز کردن جلو پنجره و نصب لوگو داف که اونم از آبکاری اومده بود تکمیلش کردیم. یه اتفاق ناگوار افتاد که 12 روز طول کشید و همتون در جریانید، ولی ما کم نیاورده بودیم. دادیم شیشه و رفتیم برای ادامه کار. هوس خرید کرده بودیم. با حاج محسن شلگی رو چند تا چراغ خریدیم و برگشتیم به آشیونه. تو دمای 40 درجه تو آشیونه مشغول به کار شدیم. چراغای داخل کابین رو نصب کردیم و رفتیم سراغ نصب شلگی را. سرگرم کار بودیم که آقا توروزی کار متر به دست به جمعمون اضافه شد تا پرده‌های داخل رو نصب کنه. با دقت انجامش دادیم و این شد نتیجهش. اما همچنان اون پشت پروسه نصب شلگیرا ادامه داشت و حاج محسن بعد از نصب شلگیرا با پیچ استیل متر رو دست گرفت و دو تا لوگوی خوشگل داف و وسط شلگیرا نصب کرد. فردای اون روز اما با انجام یه مأموریت خیلی مهم شروع شد. خرم‌آباد 92. اما این بار با زیرپلاکی استیل که خیلی هم سخت پیدا می‌شد، پلاکا رو با وسواس بسیار رو ماشین نصب کردیم که برسیم به مرحله خوشگلاسیون. آقا اسماعیل و تیمش ظاهر شدن. بچهای خوب ریکاوری کار مشغول به کار شدیم و اول از همه گرد و خاک کابین و اتاق رو با دقت تکوندیم و شروع کردیم به سنباده زدن کابین. سنباده زدن کابین که تموم شد، دستگاه تو پریز شدن و شروع کردیم به کرم مالی کردن پوست خوشرکاب به علاوه اتاقش و همین چند تا صحنه‌ای که دیدین 2 روز کامل زمان برد تا خوشرکاب مثل یه یاقوت کبود بدرخشه و دلبری کنه. محو تماشا کردن خوشرکاب بودیم که حاج امید و عمو یونس به جمعمون ملحق شدن برای چک کردن نهایی وضعیت فنی که متوجه شدیم یه نشتی خیلی کوچیک تو قسمت باد ماشین وجود داره که اونم فلفور برطرف شد. خیلی خسته شده بودیم اما عشق و علاقه و شوق و ذوقمون قبول نمی‌کرد که کارو به فردا موکول کنیم. حاج محسن اومد تا ریزکاری‌های آخر رو انجام بدیم. آینه‌ها با وسواس و دقت بسیار روی ماشین نصب شد. حوالی 12 شب رفتیم سراغ سیستم هواکش. لوله‌های هواکش هم با کمک گریس جا زدیم و رفتیم سراغ مرحله بعدی. نردبونایی که از قبل خریده بودیم و رنگشون کرده بودیم نصب شد تا روز موعود فرا رسید. 7 ماه تموم برای دیدن این لحظه صبر کرده بود. آقا مرداد یه خرم‌آبادی اصیله که دورلاستیکو با عشق به خوشرکاب زد و تاتی کنان خوشرکابو از آشیونه خارج کرد. درسته که این پروژه بازسازی به سرانجام رسید، اما باید حتما منو فالو کنی و منتظر بزرگترین سورپرایز کامیونی ایران باشی. پس خانم و آقایون خوشرکاب اینجا.